خدایا تو رو به جان فاطمه کمکم کن زبونم گره نخوره تا بتونم دلایلمو بگم، تفسیرش باشه با اهلش. حالا نفت و سر سفره‌های مردم میبرید یا نمیبرید؟ واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بالاخره در پایان 8 سال یک بار ایشون از نزدیک مشکلات مردم رو لمس کردن و متاسف از اینکه چقدر دیر. حالا نفت و سر سفره‌های مردم میبرید یا نمیبرید؟ نفت سر سفره‌های مردم، البته من دیدم بارها گفتن احمدی نژاد اینو گفته، خب من این رو نگفتم. نفت و سر سفره‌های مردم میبرید یا نمیبرید؟ نفت سر سفره‌های مردم، البته من دیدم بارها گفتن احمدی نژاد اینو گفته، خب من این رو نگفتم. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون عجوری بذارن، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا من توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، یا الان مشکل کشور ما اینه، یا مشکل مردم ما اینه. دیشب تو 23 دیدید و شنیدید که آقای خاتمی از ترافیک تهران انتقاد کرده بود و به خاطر گیر کردن در همین ترافیک گفته بود 50 دقیقه دیرتر رسیدم. پاسخ احمدی نژاد رو بشنوید که گفته از این ماجرا هم خوشحالم هم ناراحت. خوشحال از اینکه بالاخره در پایان 8 سال یک بار ایشون از نزدیک مشکلات مردم رو لمس کردن و متاسف از اینکه چقدر دیر. ایشون در اون روز مورد نظر از خط ویژه استفاده نکردن، از اسکورت استفاده نکردن. حالا شاید شبیه مردم عادی اومدن، این خیلی قابل تمجیده، باید تشکر کنیم که بالاخره رئیس جمهور مثل مردم عادی حرکت بکنه، اما نظر میاد دیر شد. خوشحال از اینکه بالاخره در پایان 8 سال یک بار ایشون از نزدیک مشکلات مردم رو لمس کردن و متاسف از اینکه چقدر دیر.
مثلا دروغ یه مقوله‌ایه که تمام محسنات یه فرد میتونه زیر سوال ببره. دروغ خیلی بده، چیز بدیه. دروغ از گناهان بزرگه که بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد میکنه و آدم‌ها رو از همدیگه دور میکنه. دروغ یه باطلاق خیلی بدیه که تمام مسبب تمام معصیت‌ها و گناه‌ها میشه. چنانکه پیامبر اسلام فرموده از آدم دروغگو پرهیز کنید. وقتی به شما دروغ میگم، شما هر چند من از پیراهنی از قرآنم بپوشم، شما به خود میگین آقا این